زمستان است. برف لباس سفید زیبایش را بر تن سنگی روستا کرده. برف میبارد و چاه‌های زیرزمینی پر آب میگردند و این نوید بهاری پربار را میدهد. او را من غرق در بارندگی است. سال چهارمین فصلش را می‌گذراند و فرزندان آدم شاید به فصل پنجم زندگی می‌اندیشند. او از این همه دور بی پایان بی نظیرترین آهش را به آینه آسمان تقدیم می‌کند. برف اگرچه پیش نیاز یک بهار زیباست و پشت صحنه آبشارها و جویبارهای نغمه‌خوانی، اما بام‌های کاهگلی و سقف‌های چوبی طاقت سنگینی برف را ندارند. برفها پارو می شود و پشت بام‌های ترک خورده با بام غلطان‌های سنگی ترمیم می شود. درخت نیز در تسخیر برف است، اما ریشه ها در زمینند، به اعماق رفتند و ایستادگی درخت را تعریف می کنند. درخت سفید پوش زمستانی که میگوید که زیبا نیست؟
کوه، درخت، دره و روستا در یک رنگی بیرنگ خیش در آرامشند. همه جا برف است و برف است و برف. پرنده کوچک نغمه بهاری سر می دهد و با زمستان سرد و پربرف ودا می گوید. پیش قراول بهار برفاب‌های سرد کوهسار است که از راه دور آمده. زیباترین سمفونی که بهار به رهگذرانش تقدیم می کند همین آبشار است. آب هر جا که باشد نامش را هرچه بگذاریم مقدس جایی است که چشم آدمیان به آن روشن می شود و قلب شادمان. آبشارهای کوچک و بزرگی که بسته به ارتفاعشان با نوت‌های مختلف می‌نوازند و سبزه‌ها در کنار آبشار هرگز از آبتنی سیر نمی‌شوند. زمین از دل دردمندش گلهای رنگین بیرون داده است. باد که می‌وزد گلها و سبزه‌ها و دشت شقایق‌ها به رقص در می‌آید. کسی نمی‌داند اولین سبزه چگونه سر از خاک برداشت، اما هرگاه دختران بهارپوش اورامان رازهای لطیفشان را در گوش خاک نجوا می‌کنند، زمین خوشحال از این اعتماد کوله هایشان را پر از تره، پونه، ریواز، کنگر و پیچک همدلی می کند. سنگ ها هر کدام دفترچه‌ای بهاری در کنار خود فراهم کردند و زنان برگ های از آن را می‌خوانند و با خود میبرند. آری با خود میبرند تا سفره خانه‌ای رنگین و یا دردی درمان شود. گیاهان بهاری به شهر رسیدند، نزد آنهایی که پای رفتن به کوه را ندارند و یا وقتی برای ملاقات بهار نداشتند.
ارساله در فصل بهار قسمتی از سبد غذای مردم را همین گیاهان خودروی کوهستان تشکیل می‌دهد و مردم علاوه بر پخت غذاهای مختلف از خواص دارویی آنها نیز غافل نیستند. زمین گویی در زمستان خوابی شیرین دیده بود که در بهار به گلهای 7 رنگ تعبیر شده. اینجا اورامان تخت است. آخرین بارانهای بهاری که بارش آغاز می کنند نامش را اورامیان بخت باران می خوانند. در آن روز زنان نان مخصوصی پخت می کنند. مردان در ساعتی معین بر مزار پیر شهریار عارف بزرگ اورامان حاضر می شوند و در مراسمی خاص شرکت می کنند. صاحب الداری ادرا بما فيها صاحب مال باشتر ازانی مالکی چی واتیا تا کبرای کله کمسای نام این مراسم کهن است و به معنای اجتماع یادگیری. بو شارزور کرابه لتاریخی الکاملی فی تاریخ ككتبه كتاب أرونو سر مكاني تر بكار أو هاتون خلق استفاهيا اللي بكا على الخصوص قريكي بناوي في الروسم عجيب تر لو أمته هیچ کس ناتوانی به اصلاح امانه که تحلیل باید تصمیماتی برای فصل کار گرفته شود. زمان رفتن به کوچ، تقسیم کارهای روستا، استخدام چوپان برای گله و تعیین دستمزد او. بزرگ روستا در این مراسم پندهای گذشتگان را یادآور می شود. او قبرکی والوی او پیرشالیاره انسانی که به اصطلاح حاکمی که ظالم بود نایی نکیسه که فوتی کرده به نقل تاریخی که من نقل کراوه انسانی که ظالم بود حاکمی دور دیوزنا و امانه بود و ایسیش خلقی دیوزنا و دلو دلمرز و امانه کانی آن هیا پیجن کانی شالیان او وقت بردی آن هیا ایجن بردکی شالیان دین و عقیده و ایمان من مفارزی یا ربی خواهی بو خاطر جوری خود بسر لجر آلای لا إله إلا الله محمد رسول الله كما نجيني وكما نمريني ودينوش مفان طريقه مسائل ديني ببيت يا ربي خوايا وشيدا هاتي مشكلة عندها تنسر دور خوايا ايش هلا سيما عقيدة ببيت يا ربي خوايا أمصر مالاني شركة تشبياني لا يصلي وسلم دائما. مجلس به آیات الهی و احادیث نبوی آراسته می شود که مردان با حضور قلب بر زبان جاری می کنند. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وخير خلق الله كلهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. به جز الله خدایی نیست و درود و سلام بی پایان بر محمد مصطفی
تا زمانی که شب و روز در کار است و آفتاب بر زمین میتابد. کمسای روز ذکر و نیایش و سپاس از خالق طبیعت است. پس از کمسای نان نظری را تقسیم می‌کنند. همه جا آسمان بلند و زمین سخت است، اما اینجا کمی سخت‌تر. در این شیب‌های ناهموار و تند زیر و رو کردن زمین کار سختی است. گاو است و خیش است و مرد، گاهی نیز تنها با کلنگ و نیروی دست ها می شود زمین را شخم زد. زمین شکافته می شود و دانه های امید در دل خاک پنهان می شوند تا نهال زندگی با همه زیباییش بارور شود. پسران جوان به همراه پدر زندگی را تکرار و تمرین می کنند. کوهستان با غیرتی باور نکردنی لحظه ای از مراقبت روستا غافل نیست. آبشار شبانه روز از روستا می گذرد و سرودخوان کوچه های روستا را گلاب پاشی می کند. کوههای نزدیکتر سبز پوش و دورترها هنوز سفید پوشند. روستای زیبای دیوزناو در حاشیه سیروان قسمتی از بخش مرکزی شهرستان سروآباد و دهستان ژریژه است و تا سروآباد 45 کیلومتر فاصله دارد. 436 روستایی پاکدل در قالب 89 خانوار در این روستا زندگی می کنند که پیشه اصلیشان دامداری است. با وجود چشمه‌های پرآب که از دامنه ها می جوشند و سیروان همیشه خروشان، این روستا مکان مناسبی برای سرمایه گذاری در زمینه پرورش ماهی قزل‌آلا می باشد که این اقدام از طرف اداره شیلات کردستان صورت گرفته است. اهالی روستای دیوزناو پس از پایان امتحانات خرداد کوچ خود را آغاز می کنند.
پالنگان دیگر روستای منطقه تنها روستایی است که بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز کوچ در آن آغاز می شود. رود گویی خط تقارنی است که روستا را به دو قسمت تقسیم کرده و کوه‌ها در مقابل هم هر کدام آینه هایی هستند که قسمت دیگری از روستا را در خود نشان می دهند. کوه به یاری آفتاب آینه گردانی می کند. روستا با نقشه پلکانیش طرحی نو برای همسایگی دارد. مردان آبادی اساسیه، آذوقه و مایحتاج را پیشتر به هوار میبرند و آنجا را آماده میسازند. در مناطق ژاورود و اورامان تخت دو نوع هوار وجود دارد: هوار باغی که در باغ زندگی می کنند و هوارهای ییلاقی که در ارتفاعات شاهو مشغول دامداری هستند. چشم جویبار، آبشار و یا رودخانه صدای زندگی است. بهار نمایشگاهی از زیباترین تابلوهایش را به نمایش گذاشته است و طبیعت خوشبخت‌تر از همیشه روزگار می‌گذراند. پالنگان در بهار میهمان بسیار دارد. شهرنشینان خسته از هیاهوی شهر به کنار رودخانه سیروان و دامنه‌های کوه شاهو آمدند تا دلی تازه کنند. چگونه می شود این همه چشمه در اینجا متولد شود و تو در پیاده روهای پیر قدم بزنی؟ باید به دامنه‌های گلگلی بهار سری بزنیم تا در جشن تولد شکوفه‌ها سهمی داشته باشیم. گروهی هم به کنار رودخانه آمدند
تا با قلاب یا تور سهم خود را از رودخانه بگیرند. مهمانان کوهسار با کبابی متفاوت پذیرایی می شوند. اینجا همه قدر آب را می دانند و کسی آب را گل نمی کند. حوضچه‌های ماهی و این برکت بیدریغ نتیجه حضور مهربان آب است. اداره کل شیلات استان در سال 82 مجتمع 560 تنی در این منطقه احداث نموده که قریب 4 سال است توسط روستاییان بهره برداری می شود. فصل کوچ نزدیک است. ما هنوز نمی‌دانیم که هوار آمادگی استقبال از کوچ نشینان را دارد یا نه. اما نشانه‌هایی از کوچ دیده می‌شود. مردان و جوانان پالنگان اساسیه برمیگیرند و راهی هوار گوزیبان میشوند. رفتن نشانه ای از بودن است، آن هم رفتن به سوی بلندی ها.